سلام دوستان عزیزم، افرا هستم. سوزن توزی باران. میریم مرحله پر کردن گوبمون. مثل همیشه از قسمت بالایی دوخت شروع میکنیم. خط، گوشه، خط، گوشه، خط، بازم خط، گوشه. خیلی دقت کنین، من سوزن رو از کدوم قسمت ها رد میکنم. سعی کردم از فاصله خیلی نزدیک براتون ویدیو رو ضبط کنم که راحت یاد بگیرین. دوستان عزیزم، اصلا نگران این نباشین که فکر کنین یاد نمیگیرین. با تمرین یاد میگیرین. من همیشه کنارتون هستم. پشتیبانی دارین، به آیدی پشتیبانی پیام بدین. قسمت هایی که مشکل دارین رو برام بفرستین، سوال کنین. پاسخگوی سوالاتتون هستم. بعد از دوختاتون حتما واسه من عکس بفرستین. اگرم دوست داشتین میتونین فیلم ضبط کنین برا من بفرستین. انشالله یه روزی بتونین از این کار درآمد داشته باشین. اول برا خودتون بدوزین، کل لذتش رو ببرین، بعد به فکر درآمد باشین از این کار. نه فقط آموزش، میتونین بدوزین، کار سوزندوزی انجام بدین برای اینکه درآمد داشته باشین. دقیقا این مراحلی رو که میرم انجام بدین. بازم رسیدیم به تکمیل کردن یک دانوک. یکی در میون خطوط رو میگیریم. خط، گوشه، میرسیم به جایی که یکی در میون خطوط رو باید بگیریم. یه دانوک پر میشه. ببینیم یکی در میون، بازم اینجا خطوط رو میگیریم. بازم یه دانوک تکمیل شد. بازم یکی در میون خطوط رو میگیریم. یه دانوک تکمیل شد. این خودش شد یه سه دانوک. یه سه دانوک اینجا تکمیل شد. حالا الان میریم سراغ 4 دانوکمون. یعنی خودش سوزن رو نه خودش هدایت میشه به سمتی که باید بره. زمانی که شما زیاد کار کنین دستتون میاد که منظور من از این که نخ و سوزن خودش هدایت میشه چی هست.
به یه جایی میرسه که شما این خطوط رو با هم میگیرید، این خط و این خط کناری، اینجا رو، این 3 تا خط رو و موقع دوختن با هم میگیرم. به اونجا میرسین. فعلا من برای آموزش خطوط رو دونه دونه براتون میگیرم که قشنگ یاد بگیریم. همینجور گوشه و خط پیش میریم. گوشه دوباره یه دانه پر میشه، یکی در میون خطوط رو میگیریم. برای پر کردن پلیوار سعی کنین از سوزنی استفاده کنین که نوک تیز نباشه که هی به پارچتون بخوره، چون ما فقط زمانی که داریم کار خط رو انجام میدیم سوزن و نخ از پارچه رد میشه. موقع پر کردنش فقط از داخل این نخا رد میشه، از داخل این خطوط. اصلا دیگه موقع پر کردن ما سوزن رو به پارچه نمیزنیم. دوباره رسیدیم که خطوط رو یکی در میون بگیریم. یه خط رو میگیریم، یکی رو جا میذاریم، دوباره خط بعدی رو میگیریم. بچه دوخت پلیوار یکی از سخت ترین دوخت هاست و تو بلوچستان بیشتر سمت مکران از پلیوار استفاده میشه، سرحد استفاده نمیشه، چون بلوچستان 2 قسمته، سرحد و مکران. بعد سرحد بیشتر از زیاستین استفاده میکنن، اون پنیلایی هست که به پارچه وصل میکنن. با سمت مکران ما بیشتر مهر میزنیم و رو پارچه میدوزیم، بیشتر هم این دوخت پلیوار رو انجام میدیم. اینور خیلی کار پلیوار انجام میدن. خب دوباره یکی در میون خطوط رو میگیریم. بچه اگه ویدیویی از نظر شما واضح نبود حتما به من بگین که دوباره ضبط کنم براتون بفرستم. هرچند که من الان تمام تلاشمو کردم که ویدیو از نزدیک ضبط بشه و مشکلی نداشته باشه. ببینین که در میون خطوط رو میگیریم. اینجا بیشتر پلیوار رو یه رنگ میدوزن. الان من برای آموزش براتون 2 رنگ دوختم که بهتر متوجه بشین، ولی دوختنش به این شکل 2 رنگ هم خیلی قشنگ میشه بخواین کار کنید برای خودتون.
کم کم به انتهای کار نزدیک میشیم. یکی در میون خطوط رو میگیریم. اینم انتهای کارمون. آخرش همیشه میگم گوشه از همون جایی که شروع کردیم انتهای کارمونم همونجاست. اینم انتهای کارمون. ممنونم عزیزان که همراه هم بودین.